گایز خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو ما میخوایم امروز ببریمتون یه جایی بهتون نشون بدیم به اسم هانزا سیل که اونجا یه ذره جلوتر و ما الان تازه داخل خیابون نویا مارکتیم. اگه نمیدونید کجاست نشونم یک اینم رادمر. سلام بچه‌ها، امروز اومدیم نمایش کشتی هاست اینجا و امروز میخوایم خیلی خوش بگذرونیم. و توی این ویدیو اینجا آلمانه و شهر روستوک خیابون نویا مارکتیم و ما الان ما باید کلی پیاده روی کنیم تا برسیم به اونجا. واسه شما در اندازه 1 ثانیه میگذره. 3 2 1. خب ما کلی پیاده روی کردیم و واسه شما فقط در حد 1 ثانیه بیشتر نگذشت و همونجور که میبینید اینجاست و اون رو نشون بده و اینجا سمت همین کشتی و ایناست. چطوری؟ ویدیو رو برعکس کردم. خب بله اینجا اینجوریه و امیدواریم از این بلاگ خوشتون بیاد. خب بریم در ادامه. چطوره؟ بده بندشون. خب بریم اینجا اولین جامونه. نمیدونم بریم همینجا. بیا اینجا چرا همش بچه هم اینجا؟ یه برنامه هست اینجا که بچه ها رو نشون بده. من گفتم همه بچه. خیلی باحال اینجا یه برنامه نشون میدن. راجبش چیه؟ خیلی زبان مسخره دارم به خدا این آلمانی واقعا سخته. واقعا اینم میگه واقعا سخته. این خیلی این کشتی میکنه بادبانیه. خیلی هم بزرگ. اینم جالبه این و این میخوایم این بازیه رو ما خفه شد دیگه. این بازیه رو میخوایم سوار بشیم. بچه‌ها اینجا خیلی باحاله. بچه‌ها نگاه کنید خیلی صفحه شور. بده من نشون بدم از بغل. وایسادید اینجا.